یه سطح مقاومتی داشتی، قیمت اومده پشت سطح رو دیده، حد ضرر، نقدینگی و هر چی تو پشت سطح بوده رو جمع کرده و حالا اومده خیلی قوی زیر سطح و داره با فشار خیلی فروش و بالا داره ریزشی میشه. اینجا هیچ کاری نمی کنی، وظیفه تو اینجاها نیست فرود بزنی، صبر میکنی، تایم تو میبری پایین تر. حالا هر تایم فریمی که هستی، یه تایم میری پایین تر، نشد دو تایم فریم پایین تر، تا این گره های معاملاتی به حساب این اوردر بلاک ها رو ببینی. حالا چیکار میکنی؟ میای ناحیهشون رو برای خودت رسم میکنی، به این میشه برای شما ناحیه اون گره معاملاتید. و حالا وای میسی اگر قیمت به سمت بالا حرکت کرد و اومد به سمت این ناحیه، اینجا وارد پوزیشن سل میشی. خیلی اصولی و منطقی رفتار میکنی، باش داشته باشینش.